آنها دستهای مرا با دستبند به لوله‌های آب روکار که در ارتفاع نسبتاً کوتاهی از کف اتاق قرار داشت متصل کردند و با پوتین به سر و شکمم کوبیدند. از من می‌خواستند تا قبول کنم که در آشوب و تخریب شرکت داشتم. بعد مرا روی زمین خواباندند و روی گردنم ایستادند و با دست موهای سرم را که آن زمان نسبتاً بلند بود کندند، چندان که از پوست سر من خون آمد. و در قسمت دیگری نوشتید در همان روزهای اولیه یک بار با ماژیک سبز اسمم را روی دستم نوشتم و وقتی که علت آن را سوال کردم گفتم که میخواهند مرا اعدام کنند. بهتر است قبل از مردن اعتراف کنم تا قدری پاک بشوم و موقع مردن زجر نکشم و راحت بمیرم. مرا روی یک صندلی بردند، ایستاندند و طناب را به دور گردنم انداختند. حدود 2 ساعت در همون وضعیت نگه داشتند و از من خواستند وصیت کنم، تا اینکه سرانجام شخصی وارد اتاق شد و گفت حاج آقا این هنوز تخلیه اطلاعاتی نشده، الان نباید اعدام شود، تا اینکه مرا پایین آوردند. در جای دیگر چندان لگد به صورتم کوبیدند که باعث شکسته شدن دندانهای فک راستم شد و من باقی مانده ریشه های دندانهایم را در زندان کشیدم. در یک قسمت دیگری هست که آقای احمد باطلی اشاره میکنن که بعد از شکنجه های پی در پی که ایشون شدن و بیهوش بودن، وقتی که به هوش میان از آنها خواستم که مرا به دستشویی ببرند. بعد از طی مسیر نسبتا طولانی به دستشویی عمومی رسیدیم و وقتی که خواستم به دستشویی بروم نگذاشتن در را ببندم. گفتم که تو خودت را میکشی، باید ما تو را نگاه کنیم، باید در باز باشد. و وقتی که با اعتراض من روبرو شدن گفتم که تو باید کارت را انجام دهی و در باز باشد. من انصراف خود را از دستشویی رفتن اعلام کردم، ولی آنها گفتن حتما باید دستشویی بروی و در باز باشد و سعی کردم به زور کمربند مرا باز کنند. من مقاومت کردم و به ناچار به صورت یکیشان کوبیدم. آنها مرا به داخل یکی از دستشویی‌ها بردند که چاهش بند آمده بود و آب گند آن در کاسه توالت پر شده بود. آنها سرم را در گنداب توالت فرو کردند و آنقدر این کار را انجام دادند که سرانجام گنداب از داخل بینی و دهانم به داخل گلویم پایین رفت و تا ساعتها از شستشوی صورتم جلوگیری کردند. اینها قسمت‌هایی است از نامه احمد باطلی به رئیس قوه قضاییه موقعی که در زندان بود. شکنجه‌هایی که من شدم اولش همین شروع کردن با اولین سوالاتی که اسم و مشخصات و اینا هست و اینها شروع کردن به زدن به پشتم، به سرم با به اصطلاح چوب و شلاق. بعد حالا اینا به اصطلاح چیزای اولیه بود و بعد با این حالت منو خوابوندن و روم پتو انداختن به دهنم، یک حوله تو دهنم کردن و روم کسی نشست، یعنی یک مردی نشست روی من و دیگری شلاق زد. با این حالت رو دست به اصطلاح بسته من نشستن و بعد من داشتم خفه میشدم، بیهوش شدم. بعد تموم شد فعلا این محل از بسیار شکنجه اولیه من.